سلام بچه ها، من تایتان هستم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. بچه ها، امروز اومدیم برای آپدیت جدید اسنس تست شده توسط خودم رو براتون بذارم. بچه ها، این 100% تضمینیه واسه تورنمنت، فقط بستگی داره که شما چجوری بکشید بالا و بستگی به سبک بازیتون هم داره و باید با این سنس تمرین کنید و قلق گیری بکنید. اگر دید براتون نمیخوره که یه ذره بیارینش پایین، اگر دید خیلی کنده ببرینش یکی یکی بالا، اگر نخورد یکی یکی بیاریدش پایین، اگر دیدید میخوره که هیچی، اگرم خب دیدید کنده دوباره یکی یکی ببریدش بالاتر نسبت به اون چیزی که مد نظرتونه. ولی به نظر من کلا همینو بذارید و پلی بدید تا بهش عادت بکنید. بچه من دارم براتون زحمت میکشم، ویدیو آپلود میکنم با کمترین امکانات، با لگ فراوان دارم براتون ویدیو ضبط میکنم. حمایت هم کنید، لایک بکنید، کامنت بذارید تا خانواده‌مون بزرگتر بشه بچه ها. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. من میخوام برم کاس استارت. بچه هم ویدیو رو عقب جلو نکنید. یا آخرای ویدیو یا وسط های ویدیو معلوم نیست، یه جایی براتون سنسو میذارم، نشونتون میدم در حد یک لحظه براتون میذارم سنسو. بچه اگر از اینجور ویدیو، از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما تو کامنت ها بهم بگین تا بیشتر براتون بذارم. مچ اول من هست بچه ها، واقعا نمیدونم معلومه یا نه، گوشیم لگ داره، نمیدونم چرا. ولی بچه ما میزنیم با هر دشواری هم که باشه، تایتانتون براتون میزنه. اینجا کجا در میره بچه؟ اینجا نه خب بچه ها دکمه تیرونم بچه یکی خورد، میمونه یکی. بابا بیا تایتان میخواد بوست کنه. بیا اینجا بچه من دیگه یخم نمیکارم دیگه که ببینید قدرت سنس. بچه بذار بریم بالا، یک میمون خسته بهش بزنیم. بچه کجاست؟ آنوش باش سلام آمرم شدید مثل تمام باورم برادر. بچه دیگه مچ اولمه ولی خب میبینید سنسه میخوره قشنگ، واسه کله یارو میره یه تبرکی میزنه و برمیگرده. بیا اینجا داداش، بیا اینجا یه دقیقه در نرو، به خدا کاریت ندارم، درد نداره، قول میدم. چه افتادم پایین. وای سلام، چطوری؟ خوبی؟ اینجا دوپس. آره دیگه تایتان زده. بچه ها دکمه تیرش که حالا 46-47، منم همون دکمه تیر رو گذاشتم که یه کامل سنسر رو بتون بگم، وگرنه من با 50 تا 55 بازی میکنم. بچه این دی پی هم داره که من بدون دی پی دارم میزنمش، حالا یه بستگی به خودتون داره. دی پیش هم تو ویدیو بهتون میگم، فکر کنم یکیشون بک داره بچه نه؟ این بدبختی که ران دعوت زدیمش بله نمیشه داداش. الو بچه بزنیمش یا نزنیمش؟ میزنیمش آقا، بیا داداش بیا. اون یکی هم بچه بیارمون زدش قاعدتا. آره خلاصه بچه حمایت بکنید، حتما حمایت کنید که خانوادهمون حداقلش به 200-300 تایی برسه تا انرژی بگیرم. بچه وقتی لایک نکنین، کامنت نذارید که تایتانتون انرژی نمیگیره. به به دلوی یامت کنم. بیا این اومد، سلام عزیزم. به بابا شاخ شدی اینجا، دارم من نمیزنید اینجا هایی که نخور بچه ها هایسان، چون بغل سرش میره ولی خب آره اینجا اون تایتان میخواد بخورد اینجا. ریلود بچه ها، ریلود خیلی بده. نخور چرا پشت سرش یخ کاشته شد آجی؟
عیبی نداره، اصلا ایرادی نداره بچه ها. هم به دلتون واه رو دوبس چه 47 یا تو سلام بچه ها وای نه نگاه تو دور یخ بخوای بزنی واقعا یه کثیفی بیش نیست، اشکال نداره کثیف که نیستی ولی خب بچه ها به نظرتون میخورم یا میزنم؟ بریم از بالا نشد بریم تست کنیم ببینیم میخوریم یا نه. حاجی دعا میکنم فقط بخورم ولی به زوم گیری نرسه، یعنی بچه ها گوشیم لگه حاجی داداش. نه زوم کش کار خوبی نیست آقا عزیزم، زوم کش کار خوبی نیست داداش. قربونه بود شکلت برم بابا، نکن زوم کش نکن دیگه قربونت برم عزیزم. آخه زوم کش کار خوبی هم نیست. حیف نشسته بودی، اگر مثلا یارت وایساده بودی خوشگل میکوبیدم پس کلت. تو من میگم داشتاییتا بیا اینجا بچه ها. این ویدیو با این وضعیه به من دمیج میدی. بیا اینجا با هم تصفیه حساب کنیم. بیا اینجا تو بابا ندی که قشنگ بودم بچه ها ولی خب نباید میخوردم، عیبی نداره. ببینیم یارمون چیکار میکنه داداش، ببینم چی میکنی یا بذار هماشه زدی فازم گرفتی الان برات دارم بچه ها. دی پی آیش هم 561 شما میتونید 500 یا 512 هم بذارید. یه راند زد بچه ها بک داد، واقعا عالیه، چه مسخره بازیه. آره دی پی آیش 561 حالا شما میتونید 500 یا 512 هم بذاریش بچه ها. گانه اس ام جی شما خوب اینجا آره چون میخوایم مکس بنت بزنیم. اگر مکس بنت زدم بچه ها این ویدیو رو لایک کنید داداش یه دقیقه تو نزنیش، من اینو باید بزنم الان داداش. این آبریه یه مرد دست توی برادر نزنینه کجا در رفته نه چه باید بزنم. داداش نکن گوشی لگ میگیره برادر. عجب یاری دارم من بچه ها، وضع یار منو میبینید. خب نکن آقا نکن عزیزم، نکن گیری کرده من. بیا الان خوب شد زده. بیا بچه ها من هدو زدم با مکس 7 و شما باید این ویدیو رو لایک کنید، باید لایکش کنید. بیا بکت خود سبک بازی داشت چه وضعشه آخه. نه رو سبک بازی تو خودت کار کن برادر من. اینجا داشتایتان برزیلی پلیر ها رو گرفته برای من. خب مقداری فلجم چون سنس خودم نیست بزرگ یاد ولی خب مال من گفتم حالا اگر مثل من الان نمیخوره یکی بیاریدش بالا، ولی اگر دیدید میخوره که دیگه هیچی دیگه دست بش ندانید. اگر هم دیدید خونده یا خوب داره میزنه تلپورت شدم چرا کش من نمیخوام زون کشت کنم نگرم نه کجا بیا وجود پس کلش باش قول نمیدم باشه گند زدم خودش زون کش شد. به خدا بچه ها من زون کشش نکردم مدیونی نگه فکر کنیم زون کشش کرد اصلا نمشه فکری نکنید چون من زون کشش نکردم. باشه امیدوارم یا یو ام پی برداره یا دیزر تو بودپکر بابا ببینم عالیه. تلپاتی داریم با هم بچه ها. اگر خواستید تو کامنت ها بگید حالا یا چیدمانم رو براتون میذارم یا کشیدن رو نشستم زدن
این بچه خیلی سخته، یعنی زمان میبرد یاد بگیرید. بابا دادش بخور تمومش کنم بره دیگه. 10 دقیقه دارم ویدیو میگیرم آقا. اینجا اینجا خسته شدم. نوکرتم. بالاخره زد. بچه ها واقعا سنس اوکیه و من دارم میگم دست اولم داره میخوره. 4 راند قشنگ راحت هدای خودشو به پس کله انمی داد، قشنگ زد. بیا اینجا 10 دقیقه، بیا اینجا تمومش کنم. تموم شد. این هم بود از سنس بچه ها. امیدوارم خوشتون اومده باشه و به کارتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.